سلام، من نیما هستم و این قسمت سوم از پاراگراف کراشه. تو این مجموعه من هر بار یک کتاب انگلیسی رو میخونم و یک کمی درباره‌اش توضیح میدم. رمانی که برای این اپیزود انتخاب کردم یکی از خاطره انگیزترین رمان‌های انگلیسی زبان، رمان کچر این دی رای از سالینجر. رمانی که به زیبایی چالش‌ها و تضادهای درونی شخصیت اصلیش هولدن کالفیلد رو در گذر از کودکی به بزرگسالی نشون میده. این رمان به فارسی ناطور دشت ترجمه شده و هم در انگلیسی و هم در فارسی بسیار کتاب محبوب و موفقی بوده. خود عنوان کتاب ناطور دشت یا نگهبان دشت به تنهایی خیلی جای صحبت داره. شخصیت هولدن کچر یا نگهبانی برای محافظت از معصومیت کودکی در برابر از خود بیگانگی و زشتی‌های زندگی بزرگسالی. ناطور دشت کتاب روون و ساده‌ای 200 و چند صفحه هست و زبان آموز سطح B2 میتونه خیلی از خوندنش لذت ببره. سالینجر هم به خاطر زندگی مردم گریزش معروفه و هم به خاطر نثر روان و ساده و در عین حال عمیقش. میخوایم حدود یک پاراگراف از ابتدای کتاب رو با هم بخونیم و دربارش حرف بزنیم و ببینیم چی میشه ازش یاد گرفت. If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want to know is where I was born and what my lousy childhood was like and how my parents were occupied and all before they had me and all that David Copperfield kind of crap. But I don't feel like going into it if you want to know the truth. In the first place, that stuff bores me. And in the second place, my parents would have about 2 hemorrhages apiece if I told anything pretty personal about them. They're quite touchy about everything like that, especially my father. They're nice and all, I'm not saying that, but they're also touchy as hell. با هم نگاهی به این پاراگراف بندازیم. قبل از هر چیز حتما متوجه تفاوت خیلی زیاد شکل نوشتن کریستی در قسمت قبلی و شکل نوشتن سالینجر در این قسمت شدیم. لحن سالینجر خیلی ساده و شبیه به انگلیسی گفتاریه و نکته اولمون همینه. colloquial register یا همان زبان غیر رسمی یا محاوره‌ای. این احتمالاً اولین چیزی باشه که در خوندن این متن به چشممون میاد. زبان سالینجر اینجا غیر رسمی، محاوره‌ای و روزمره است. به مثالاش نگاه کنید. If you really want to hear about it. really رو ببینید، این جمله خیلی محاوره‌ایه. یا اصطلاح and all. My parents were occupied and all. They're nice and all. اصطلاح بسیار محاوره‌ای و غیر رسمی. یه چیز شبیه اینی که من تو فارسی بگم میخوام برم خرید میوه و غذا و اینجور چیزا. and all یه همچین کارکردی داره. یا این عبارت خیلی بامزه all that David Copperfield kind of crap. این خزعبلات دیوید کاپرفیلدی. و مثال آخر همین جمله خیلی طولانی و از لحاظ گرامری در هم که رمان باهاش شروع میشه. به کلماتی مثل if و but نگاه کنید که چطور در جاهای نامتعارف مثلا اول جمله قرار گرفتن بدون اینکه ضوابط دستور زبانی رو رعایت کنید. این جمله رو ممکنه از دهان یک نوجوان وراج بشنویم که بدون وقفه حرف میزنه و سالینجر با این تکنیک از همون جمله اول داره شخصیت هولدن رو برامون زنده میکنه. نکته دو، idioms and slangs. حالا بیاین یک کمی روی خود کلمات متمرکز شیم. اینجا میخوام معنی 2 تا عبارت رو توضیح بدم. قبلش بگم که اصلا ایدیم و اسلنگ چی هست. ایدیم ها عبارتی هستن که معناشون رو نمیشه از روی کلمات تشکیل دهندشون تشخیص داد یا خیلی سخت تشخیص دادنش. مثلا break a leg تو انگلیسی یعنی موفق باشی، ربطی به شکستن پا نداره. اسلنگ هم عبارت‌های محاوره‌ای هستن که ممکنه توی یه فرهنگ، محل یا زمان خاصی معنی داشته باشن. مثلا شنیدین میگن فلانی رو گست کردیم، یعنی به تلفن‌هاش و پیاماش جواب ندادیم، ربطی به روح نداره. حالا ببینیم تو همین پاراگراف سالینجر از چه اصطلاحایی استفاده میکنه. touchy as hell, have 2 hemorrhages apiece. صفت تاچی رو برای کسی استفاده میکنیم که خیلی زود بهش برمیخوره و ناراحت میشه. حالا اگه بخوام روی این تاکید کنم میتونم بگم very touchy. میتونم هم بگم touchy as hell. این یک نمونه اسلنگ. یا اینجا که میگه اگه چیز خصوصی در مورد والدینم بگم چی میشه؟
they have 2 hemorrhages apiece. هر کدومشون 2 تا خونریزی میکنن. مثل اینکه تو فارسی بگیم اگه اون کارو کنی فلانی 2 تا سکته میزن. حالا این عبارت غیر از اینکه EDM هست، یه چیز دیگه هم هست که میخوام اینجا برای اولین بار درباره‌اش صحبت کنم. Literary device. معادل همون آرایه‌های ادبی خودمون. ما تو ویدیوی قبلی از آیرنی حرف زدیم، یادتونه؟ اونم یه literary device بود. اینجا literary deviceی که استفاده میشه اسمش هست hyperbole، معادل اغراق. ما برای تصویرسازی بهتر یا رسوندن منظورمون یا تاثیر دراماتیک از اغراق استفاده میکنیم. یه مثال دیگه ازش بزنم. I could eat a horse. تو این جمله برای نشون دادن شدت گرسنگیم من از آرایه ادبی هایپربولی استفاده میکنم. ببینید چقدر متن سالینجر برای یادگیری انگلیسی عالیه. EDM داره، اسلنگ داره، آرایه ادبی داره. و نکته سوم indirect questions. خب نکته سوم یک گرامر خیلی ساده و مهم. دیدین یه جاهایی جمله بعد از WH question ها مثل what, where و اینها سوالی نیست. به این جمله نگاه کنید. You'll probably want to know where I was born. اگه به این جمله نگاه کنیم این سوال برامون مطرح میشه که چرا با اینکه where تو قسمت دوم جمله هست ساختار سوالی نیست. یعنی چرا نگفته You'll probably want to know where was I born. این گرامر که بهش میگیم indirect question وقتی اتفاق میفته که یک سوال به صورت غیر مستقیم پرسیده میشه برای محترمانه تر بودن. مثالش رو ببینید. Can you please tell me where you are؟ داخل پرانتز بگم این جمله محترمانه تر از اینه که بگیم Where are you؟ به این میگیم indirect question. یا مثلا I don't know where you are. نکته گرامری مهم اینجا اینه که ساختار اون جمله دومی باید حتما سوالی نباشه. Where you are. نمیتونیم بگیم Where are you. یه مثال دیگه که یکم به جمله سالینجر شبیه تر باشه. I think you want to know who I am. یا Can you guess who I am؟ توی هر دو تا ساختار بعد از WH question جملمون سوالی نیست. پس هر وقت WH word داشتیم ولی بعدش ساختار جمله سوالی نبود بدونیم که شاید با یک indirect question طرفیم. و نکته چهارم conditional sentences. همون جملات شرطی. توی این یک پاراگراف ما 2 تا جمله شرطی داریم. یکی شرطی نوع اول و یکی شرطی نوع دوم. نگاه کنیم. If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want to know. من کوتاهش میکنم و فقط کلمات ضروری رو نگه میدارم. If you want to hear, you'll want to know. و جمله دوم My parents would have about 2 hemorrhages apiece if I told anything personal about them. بازم سادهش میکنم و برای مقایسه ساده تر if کلازشو میارم اول. میشه چی؟ If I told anything about them, they would have hemorrhages. خب جملات شرطی رو ما به 2 شکل بهشون نگاه میکنیم. اولی گرامر و دومی معنی. خب گرامر نوع اولی میشه if plus simple present, will plus base form. و نوع دوم if plus simple past, would plus base form. و حالا از لحاظ معنی. شرطی نوع اول همیشه از احتمال چیزی در آینده صحبت میکنه. پس جمله اول داره میگه اگه بخوای بشنوی میخوای فلان چیز رو بدونی. possibility، احتمال. و جمله دوم، شرطی نوع دوم در مورد یه چیز hypothetical یا فرضی، تخیلی در آینده حرف میزنه. یعنی چیزی که میدونیم اتفاق نمیفته. یعنی هولدن داره میگه امکان نداره چیز شخصی از پدر مادرم بگم، ولی اگر فرض محال بگم اینجوری میشه. خیلی مهمه که ما تفاوت شرطی اول و دوم رو هم در گرامر و هم در معنی یاد بگیریم. من همیشه این مثال رو میزنم. فرض کن فردا اسباب کشی داری، یه دوستت بهت میگه If I have time tomorrow I will come for help. یعنی چی؟ یعنی اگه وقت داشته باشم میام کمک. این یه احتماله، شرطی نوع اول. ولی یه دوست دیگه میگه If I had time tomorrow I would come for help.
خب این داره همون اول آب پاکی رو میذاره دست، میگه وقت نداره و نمیاد. ولی فرض محال اگه وقت داشت میومد که نداره. خیلی مهمه که جملات شرطی رو کلمه به کلمه به فارسی ترجمه نکنیم، چون این کار یه وقتایی جواب میده و یه وقتایی نه. خب ما حدود 120 کلمه از شروع کتاب سالینجر رو خوندیم. دیدین چقدر چیز برای یاد گرفتن و مرور کردن داشت. colloquial register, idiom, slang, literary device, hyperbole, indirect question, conditional sentences. حالا بیاییم سعی کنیم این literary deviceی که یاد گرفتیم، hyperbole رو توی یک جمله استفاده کنیم. برام کامنت بذارید.